بچه‌ها چطوری؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید. بچه‌ها امروز شکر کردین و شدم 12 تا سابسکرایبر و مرسی که بچه‌ها ساب میکنین و گفتم بچه‌ها هر چی ساب هر لایک هم بیشتر بشه. 12 تا لایک گرفتیم. هر چی لایک هم بیشتر بشه، سابام بیشتر بشه، کامنت هم بیشتر بشه، ممکنه هر روز بزنم تو ویدیو قبلی که فیسم رو شون دادم گفتم. و مرسی که بچه منو ساب کردین و لایک کردین. هرچی بچه ها ساب لایک بیشتر کنی یا کامنت بذارین بیشتر انرژی من بیشتر میره بالاتر. ممکن اصلا یه ویدیو 1000 تا ویدیو بذارم، یعنی یه روز 1000 تا ویدیو. حالا بریم. امروز اومدیم بچه ها اسکوید گیم پروژکت. اسکوید گیم پروژکت بچه آپدیت داد، آپدیت بازی مینگل داد و همین دیگه. آپدیت و فعلا آپدیت بازی مینگل داد و اونایی که بچه ها با اسکوید گیم پروژکت رو نمیشناسن، اسکوید گیم پروژکت مثل اسکوید گیم ایکس و این گیمی که رفتیم دیگه. و بچه ها پارت بعد خب میخوام بریم اسکوید گیم ایکس، اما میخوایم پلیر بشیم، گارد نمیخوایم بشیم. و ایونتش این بوده که اینو اضافه کرده، فعلا اینو اضافه کرده. و بچه اینجا هم که بینیم بازیشون میاد. حالا دیگه برش کن آقا، برو بریم دیگه. لیتس گو. خب برو بریم. و بچه مرسی که ساب و لایکات نشون دادین که چقدر قدرتتون زیاده. منم بچه ها یه سری ویدیو میذارم، یعنی منظورم که ویدیو میذارم. و برو بریم آقا. لیتس گو. بچه اسکوید گیم پروژکت هم خوبه، خیلی بد نیستش. خب برو بریم بچه. فقط به اسکین من توجه نکنین که کچل قلترازه. بچه این اسکین واقعی ما نشون میده. او چه بازی لایکی یا خدا. و فقط سیزن 2 سیزن 3 چیز دارم، مینگل داره، تو سیزن 1 نداره. بابا بچه گیری کردم، مجبور بودم از روی مپ برو بریم. آقا این چهره واقعی منه، یعنی تو روبلاکس. شنطانی چه خبره تو بابا؟ 62. آقا برو بریم. این اومد. بچه بریم تو صورتش، هیچی نداشت. آقا 40 ثانیه دیگه برو بریم. آقا تا این 40 ثانیه دیگه با چند نفر دوست بشیم. ما های شاهین. حالا رفتش با کنارش. های زبان انگلیسی بلدم، هر وقت خواستیم یاد دادم. 20 ثانیه دیگه برو بریم. وای الکی 3 دقیقه ویدیو رو برده. سلام. بودو وای یا خدا. بودو برو بریم. خیلی شدیم. یس میشه گفت زیادیم. آره نبود یک نفر. Do you wish to participate in دیگه بقیه‌شو ندیدم. اینجاش بچه فرق داره، ولی عکس واقعیش اصلا یه چیز دیگه است، یه دنیا دیگه. یس سیزن 2 بچه. اینم از اسکین من، مویم بلند. فکرم از چند ویدیو بعد دیگه بچه فیس هم میذارم این گوشه دیگه، نیاز نیستش که دیگه. و بچه ویدیو بعد قبلی گفتم یه جایی قبلا از اولین ویدیویی که من گذاشتم یه جایی فیسمو نشون داده بود. ببینم باهوشو کجان. باهوشو کجان خب میفهمم. برو بریم. و بچه این آپدیتش هم اونه که اسکوید گیم پروژکت بازن این گارداش هم یه ذره تغییر ریزی داده. بله یه تغییر ریزی داده. حالا امروز بریم
برو بریم بچه. اگه دیگه باختم از دیگه مجبوریم دوباره بعد سال یا نه سال دوباره بریم. وای بچه اینا خیلی بچه به اینا هول میدن دهنتون صاف میکنن. نمیدونم خونش بچه برداشت خیلی بد شده. خون بود خیلی بازی واقعی ترانه میشد ها بچه. اینی که صفحه اینطور شده خود از بازیه، فهمیدین؟ خود بازی مثلا استرس گرفت. اینم کیفیتش رو برده بالا. این خودش رسیدم کنم یه 10-20 دقیقه است. هول ندی آقا، من هول ندی آقا، اینا رو هول بده. حالا عدم من اینا رو هول بده، من دوست ندارم بمیرم. آقا نه سمت من نیا بچه. اینا میخونم دیگه هول بدن. اون دوتا که میشون کلیک میکنم اینا چت میاد. بدو یکی هست شد. وای بدو هی بدو وای my god. oh hello man. تو رو خدا برس. رسیدم بچه، مطمئن باشین یکی چیتر میداد من هول بینه نمیداره. یس بچه رسیدیم بابا بنازم. بچه شما یه رقص بریم. آیا لایک نداشت؟ دین عجب چیزی. عجب چرا مرد دستم رفت تو صورتش. نگاه کنین نه که اسکرین پروژکت بازن رو کنین ولی تو صورتش بچه رفتین نه صورتش. سلام. بریم درخت بالا بریم تو سر عروسکه بشینیم یا بریم برقصیم. من که اینطوریم افتادم. آخه گورده رو نگاه کن بچه. خب باش از این مرحله. و بچه شما تو روباکس داری؟ یعنی هم واحد پول روبلاکس میشه دارین؟ من خودم ندارم. شاید بپرسیم چجوری اینا رو خودتو چیز کردی. شاید چطوری بگی چجوری درست کردی اسکین تو. خب فری داره بچه ها، اسکین فری داره. یعنی میتونی مثل موهای مثلا فری دیگه چه میدونم. آره دیگه موهای فری بچه ها. اینجا اومدم تا دیده بشم. مثلا موهای فری داره دیگه. موهای مثلا پرچم داره. میتونین کفش بخرین، لباس بخرین، کلی چیز دیگه فری داره. سرچ کنین بچه ها فری. خب توی سرچ چیزی بزنین فری، کلی چیز فری میاره بچه ها. از اونجایی که من بازی 4م خوبه آره ببین، چون زیادی ممکنه کل تیمامون کامل بشه. اگر کم باشیم باز بهتره. حالا من خودم اینو هستم. بابا نه لعنتی حرکت نداره. اون ورد هست بودو حاجی بودو همین طوریه. همین آقا میرم 2 نفری بازی شروع میکنیم. ووش نه آقا نگو لط بابا. ای بابا نه 5 هفتهش وای فکرم بازیش بده. برو اونجا بابا. 10 ثانیه. ببین بازی 3 بچه سخت‌ترین بازیه. خب بهتون بگم سخت‌ترین بازی. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. خب بزن ضایع نکن وسط ویدیو ریده. وای اینا تونستن. وای بچه از الان بگم باختیم.
یس هش بعد سالیان سال 1 2 1 2 1 2 1 2 هولد یه میتونی بزن دیگه بزن خوردیس برو بریم 1 2 1 2 1 2 بچه اون ازشون کامبک زدیم 1 2 1 2 اوه بازی سوم 1 2 بچه بازی سوم خیلی سخته بازی اول و دوم با سوم چهارم خیلی آسونه اول دوم و چهارم و پنجم آره سوم گفتم اینا خیلی آسونه ولی سوم خیلی سخته من تو بازی سوم خیلی بالا یعنی بابا دقیقا قاعد مطمئنه وای 1 2 1 2 باید نگه دارم بچه تو رو خدا بچه داری میچرخی یس پورو هم توی بازی فرفره ولی تو واقعا سخته 1 2 1 2 1 2 وای بازی پنجمه بیتونی آقا تمومه 1 2 3 4 5 یس درسته برو بریم 1 2 1 2 1 2 1 2 تموم شد و بچه ممکنه این ویدیو 2 پارته باشه وای 2 پارته خیلی بده بچه ببخشید که 2 پارت شاید 2 پارته نچه شاید بشه معلوم نیست شاید 2 پارته بشه یا 2 پارته نشه تمام شد رفت بینزند دونگا این صورت تانوسی چنه یه سایان بچه ببخشید این تایمش خیلیه و رکوردر این که ما زدیم دیگه استوب ندارم بله سایان جان قدوم منونه بعد سالی بچه ممکنه ویدیو 2 پارته باشه و ممکنم از اینجا بیاریم دوباره ویدیو رو بریم تو صورت یارو وای توضیح یه دست دیگه مونده چند نفر دیگه 2-3 دقیقه تایمه بختم بباز یس حاجی خیلی از بین رفتن وای بازیه اینا سوم ندارن یعنی باز طول نمیکشه اینا که دارن نه خیلیش بجا گوگویی گل دلو میگم تو رو خدا چون زود آقا ویدیو من تایمی زیاد و بچه ها خب اگه ویدیو 2 پارت شد و من وقت نکردم خب دقیقا از همینجا میاریم ویدیو دقیقا راست میگم از همینجا میاریم با همین اسکین یا آره با همین اسکین اگر شد و بچه ها فکرم این بازی تموم شد میشه 2 پارته یعنی بعد این میشه مینگل تازه بازی دوم حاجی
سنگو. خب آقا اینم از این بود بچه ها، این از این ویدیو بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بچه پارت 2 رو خب فکرم فردا اینا میسازیم. آره فردا میسازم و وقتی فردا ساختیم آره دیگه میم دقیقا بچه تو همین بازی آره دیگه تو همین بازی میسازیمش حالا. و بچه مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اینم از این ویدیو بودش که مرسی که این ویدیو دیدین. اینو برنده میشن نه میگم میریم چی میگم الکی میگم. آره ویدیو تمام میشه، پارت 2 داره البته چون واقعا بچه پارت 2 داره. مینگلو که رفتیم یعنی یه بازی دیگه میشه پارت 2. یس تمام، هر دو تا تیم برنده شده، اینم برنده شد. بچه اگر یه تیم دیگه بود خدایش میگم میشه 2 پارت. هم که میشه 2 پارته. نه یس برو بریم برای بازی بعدی. وای دعواه رویگیریه بچه، رویگیریه. لول 1 2 3 دفتر رو بزنیم. چی بزنیم؟ رگیریه. بزنیم وان مور گیم. One more game. بیانم هم one more game. اینجا بریم. کول. کجا بریم؟ خوش بالت. بچه تو خود بازی خب اینجا اصلا نمیشه رفت. بله اینجا اصلا نمیتونی بری، ولی وقتی باگ بخوره میتونی وسط بری اونور اینور بگردی. اما رای گیریش بچه ای که بهترین بازی هست، یعنی خودش یه کلره به مسخ فیل حتی بد نمیگه برای من شاخ بازی ده، البته برای اونا شاخ بازی نه نگاه کن اینو. برو کله دراز بوز بابا هونم نزبینیم بابا شل هیچی بشه میگم. برو بریم بابا. تایره خودت گفتی one more game. بیا خودش گفت زد. حالا میشه منو ولدی لعنتی اصلا هیچی بهش نمیگم. اوه بچه ها مینگله دودوله دوندوگن چند تا دسته به عجب فضایی داره. بچه شما اینو آهنگو تو فصل 2 شینی اصلا نیست. عجیبه شهر عجیب بازی عجیبه مینگل عجیبه. خود نه فکرم خودشون درست کردم. آقا شروع کن. میشه رفت بالا. چند شروع کن دیگه. شروع کن.
یه گوش کنین دیگه من چی بگم. تو رو خدا یه بابا منو بیار لعنتی. فلوریدا دو تا بیا follow me. Open come here. آی نه بابا دو تا من خودم فدا کردم. بیا با تو در ببند close پیچ بابا yes چه زوم کنی ببینین. میبینی؟ آره میبینی بچه ها تو کامنتو بنویسین. آره بابا بودیش بدی این لعنتی هول بدی نه وای مردیم آقا یس وای. و بچه اینم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بچه اگر خواستین پارت بعدش هم میسازیم. البته که شدش دیگه حالا یه پارت شدش و هر وقت خواستین تو کامنت ها بنویسین. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با هم رو بودید. تا یک ویدیو دیگه